عرض ادب و احترام خدمت همیهنانم. شما با صدای سرباز هستید. کاپیتان خلبان محمد گنابادی هستم. همیهنانم، در هفته که گذشت جهانیان شاهد حضور ترامپ در مسند قدرت قوی ترین کشور جهان بودند. ترامپ آمد، ترامپ با قدرت آمد، ترامپ با سرمایه های بزرگ جهانی آمد، ترامپ با استراتژی آمد. ملت ایران اما می‌داند که هیچ نجات دهنده‌ای در کار نیست. ملت ایران خوب می‌داند که خودباوری راه حل پیروزی ماست. ما برای پیروزی به 3 عنصر مهم نیازمندیم: عنصر شجاعت، عنصر انگیزه و عنصر استراتژی. عنصر شجاعت برای آغاز مبارزه با دشمنان. نماد شجاعت مجید رضا رهنورد، نیکا شاهکرمی، محمد حسینی و هزاران دلاور دیگری که ما در صحنه داشتیم و داریم. دومین عنصر عنصر انگیزه است برای ادامه مبارزه تا پیروزی. همینجا به جاست یادی بکنیم از مبارزات زنان شجاع ایرانی که اولین خاکریز جمهوری اسلامی که همان حجاب اجباری بود را اشغال کردند، تصرف کردند و رژیم را به عقب راندند. این عقب رفتن رژیم از روی احساسش نیست، از روی تعقلش نیست همیهنان. این عقب نشینی از ترس قیام ملی است که شما آفریدید. و عنصر سوم عنصر استراتژی است. دستور کار و روشی برای هزینه کمتر و نتیجه بهتر. برای ما ایرانیان همان استراتژی ققنوس استراتژی مناسب در این مبارزات است. بدنه ققنوس جمعیت میلیونی در کف خیابانها و بالهای ققنوس اعتراضات و اعتصابات که این هر سه با هم ققنوس را بر فراز ایران بزرگ به پرواز در خواهد آورد. همینجا یادی بکنیم از همیهنانمان در بدنه سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی. عزیزانم، شما فرزندان این ملت هستید. شما به ملت خودتان متعلقید. خود را برای در آغوش کشیدن ملتتان آماده کنید. یادی میکنم از چه گوارا که میگفت سربازی که به طرف ملت خودش شلیک بکند سزاوار مرگ است. پاینده ایران.